بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر شبکه نجم تیوی، پیش از آنی که صحبت امروزه را شروع کنیم دو چیز را تاکید کردن میخواهم یا دو چیز را برایتان گفتن میخواهم. اول اینکه آیا میخواهید فکری بهترین، صحبت‌های بهترین و یک فکری که برای فایده جامعه است در جامعه ما پهن شود، یعنی نوارهایی که برای امروز جامعه ما و شما کمتر هم باشد سهمگذاری کند برای نفع جامعه. آیا میخواهید که همین پهن گردد؟ بیایید همین نوارهایی که استادها برای ما و شما آماده کرده ایستادن آن را چقدر میتوانیم پهن کنیم. بارها استادان میگفتند این سخن را شما تاکید نکنید، این سخن را نگویید. الله شاهد است، نه برای تماشا زیاد شدن، نه برای اینکه لایک ها و نمیدونم چی ها زیاد شدن. الله خود شاهد است. والله از برای الله اگر خواهید که امروز در جامعه ما و شما نوارهایی که یعنی یک مردم را، معرفت مردم، مدنیت مردم را کمی باشد هم بلند بردارد، آن نوارهایی یعنی از جهت اخلاقی غیر اخلاقی هستند، هزارها، صد هزارها و میلیونها مشاهده تماشا میشوند. آیا جایگزین آن را دیدن میخواهید؟ از برای الله لطفاً نوارها را پهن کنید، به هر نفری که میخواهید آن را روان کنید. خب این اولین چیزی بود که میخواستم برای آن تاکید کنم. دومین چیزی که میخواهم برایتان بگویم، آن نفرهایی که در یک نوار ما، زیر نوار ما چند بارها گفتند که نوار موضوع در بابت موضوع نعمت هدایت بود، یعنی ضعیف شوی ایمان یا بعد از آنی که انسان هدایت می‌یابد و دیگر باز گمراه می‌شود یا ایمانش ضعیف می‌شود و کاسته می‌شود. چندین نفرها نوشته بودند که استاد می‌خواهیم که صحبت‌هایی باشد درباره چگونه ایمانمان را زیاد کردن یا چخیل کنیم که در همین راه صراط المستقیم استوار باشیم. برایتان گفتنی هم که همین درس ها یا صحبت های کتابی از کتاب باغ نکوکاران بهترین راه است. این سلسله برنامه مانند یک معالجه کامل است، یعنی در هر موضوعی که ایمان ما و شما را زیاد میکند و صفت‌ها یا اخلاق‌هایی که اخلاق‌های بدی که ما داریم از آن پاکیزه شدن، از آن دور شدن کمک میکند ما و شما را. و خواهش این است که این برنامه را از سر تا آخر ببینید. یعنی برای چی؟ برای اینکه مثال شما یک بیماری دارید، نزد دکتر، نزد طبیب میروید. دکتر برای شما یک چند داروها مینویسد. میشود که شما یک تای همون دارو را گیرید، دیگرش را نگیرید. نه، در جای خدا ما کامپلکس میگویند، یعنی یک معالجه کامل مکمل باید شما گیرید. این هم همین خیلی است، یعنی برنامه ها را شما کامپلکس از سر تا آخر سلسله را باید پیگیری کنید و تماشا کنید و برای خود یک خلاصه برآورید. خب این دو چیزی بود که میخواستم برای شما رسانم. بیایید امروز موضوع دیگری کتاب باغ نکوکاران را بخوانیم. موضوع امروزه درباره توبه و بازگشت به سوی الله، یعنی توبه کردن از هر گناهی که یا از هر کمبودی یا از هر چیزی که ما و شما میکنیم از آن توبه کردن، از آن پشیمان شدن و به سوی الله حق سبحانه و تعالی برگشتن است. توبه چنانه که علما میگویند واجب است. از هر گناهی که از ما و شما یا از هر خطاگی که از ما و شما صادر می شود از آن توبه کردن واجب است. و اگر گناه بین انسان و بین خداوندش باشد، توبه 3 شرط دارد. یکمین شرطش این است که ان یقلع عن المعصیه،
از همون گناهی که کرده ایستاده است از آن دست بکشد. بعضا نفرها در قید راه در کوچه ها چشمشون به نامحرم میافتد و به همون نامحرم نگاه میکنه استغفرالله استغفرالله وای را ببین. یعنی در حالت گناه در حالت معصیت با استغفرالله میگوید. یعنی اولین شرط توبه را علاقه شکسته ایستاده است. اولین شرط توبه این چی است؟ از همون گناهی که کرده ایستاده است از آن دست کشیدن است. خب شرط دوم ان یندم علی فعلها. شرط دوم پشیمان شود. از همون کاری که کرد سخت پشیمان شود. میدونید چی؟ اصلا چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند الندم التوبه یا به این معنا است که یعنی پشیمانی خود توبه است. یعنی وقتی انسان مشکلی میدونه در چیست؟ مشکلی گاه در خطاگی نیست، در گناه نیست. مشکلی در این است که یعنی پشیمان نشدن، در پشیمان نشدن است. انسان وقتی یک روی میکند در گناه خود، اصرار میکند در گناه خود، وقتی میگوید اتق الله از خدا بترس، توبه کن، یعنی سخن بازی میکند و بهانه جویی میکند، به هر طرف گپ را به دیگر طرف، موضوع را به دیگر طرف بردنی میشود. همون قصه شیطان ابلیس و آدم علیه السلام که وقتی الله به ابلیس گفت ما منعک، تو را چی من کرد که به آدم سجده نکردی، یا تو را چی من کرد که از فرمان من سرکشی کردی؟ شیطان باز سخن بازی کرد، گپ بازی کرد و یعنی پشیمانی دیده نشد. اما آدم علیه السلام وقتی الله گفت برای چی تو سرکشی کردی، آدم علیه السلام در حال گفتن انی ظلمت نفسی، به نفس خود ظلم کردم، پشیمان شدم. گاها میدونید خداوند ببخشد، انسان وقتی گناه میکنه سالها میگذرد، بعد چندین سالها گناهش به یادش می آید. همون لحظه اگر سخت پشیمان شوه دلالت بر صدق توبه ما و شما میکند. اگر انسان نعوذ بالله گوید که باز اگر فرصت شود ای کاش باز فرصت میشد، یا گناهان خودش را به یاد بیارد گوید یک لذت بود، یک خوشگذرانی بود، وقتم را خوش گذرانیدم، نعوذ بالله. این توبه ما و شما توبه کذابین است، توبه کذابان، دروغین است این توبه. الله پناه دهد. خوب و ثالث شرط سوم این است که ان یعزم الا یعود الیها ابدا. یعنی صدقاً نیت کند که هرگز من به همون گناه بر نمیگردم، هرگز به همون گناه بر نمیگردم. این خیلی نباشد که توبهش یعنی چنانه که گفتیم باز اگر فرصت پیدا شد، یا بعضا انسان ها جستجوی گناه میشد، الله پناه دهد، فرصت نمی کند یا از دستش نمی بیاد همون گناه را انجام نمی دهد، همون گناه را نمی کند. برای همین یعنی سخت پشیمان شود و نیت کند که صدقاً به همون گناه دیگر دست نمیزند. فإن فقد احد الثلاثه لم تصح توبته. اگر از همون سه شرطی که گفتیم اگر یک تاش اجرا نشود توبهش درست نیست، توبهش قبول نمیشود در نزد الله. باز تکرار میکنیم. یکمش گناهی که کرد از همون دست کشد، سخت پشیمان شود و نیت کند که هرگز به همون گناه بر نمیگردد. خب این سه شرط اگر گناه، اگر همون معصیت بین خودش و بین انسان و بین پروردگار باشد. اگر گناهی که کرد یا خطاگی کرد بین بنده و بین یک بنده دیگر باشد. مثال چخیل، یعنی یک نفر رو ظلم میکنه، مثلا یک نفر رو مسخره میکند، استهزا میکند، یا غیبت میکند نعوذ بالله، یا تهمت میکند، یا مال کسی رو میگیرد، ظلما کشیده میگیرد. یعنی بین خودشو یک حقی
دیگر نفر را پایمال میکنند. شرط چهارمی توبه در اینجا است که همون حق بنده رو بازپس بگرداند. اگر غیبت باشد میرد حلال میکند خودش را، عذر خواهی میکند از همون بنده. باز در اینجا یک چیزی نازک است. میگویند که اگر غیبت کرده باشی بنده را، دوستت را، رفیقت را یا یک نفر را، و رفته بگویی که برادر عزیز من پشیمان شدم، من تو را در فلان جا غیبت کرده بودم، شاید انسان برعکس همون نفری که تو میگویی که من غیبت کردم شاید غضب‌آلود میشد، شاید از تو بیشتر خفه میشود. در این حالت علما یک چیز دیگر را میگویند که تو نگو، اگر دانی که وی از تو بیشتر خفه میشود و از تو دیگر میرنجد زیادتر، هر نفر نمیتواند که با دلی گشاد تو را قبول کند و گوید که ها این برادر صدقاً پشیمان شده است، جزاک الله خیرا، من تو را بخشیدم، تو را از همین خطاگیت حلال کردم. هر انسان به این قدرتمند نیست. در این حالت ما چیکار میکنیم؟ در این حالت علما میگویند که در همون نشست هایی که تو غیبت کرده بودی، در همون نشست ها، مانند همون نشست ها گیر و تعریف کن، یکون صفت نیکش را بگو. وقتی تو دشمنت را یا یک نفری که بد دیدی تعریف میکنی، صفت های خوبش را ذکر میکنی، الله تو را میبخشد و اینچنین قلبت نسبت همون بنده دیگر پاکیزه میشود. خب این شرط چهارم بود. اگر مال باشد یا یگان حق و حقوق آن را کشیده گرفته باشیم، حتما آن مال را، آن چیزی که حق دیگر برادر بود، آن را برگردانیدن، این هم در همین شرط چهارم داخل می شود. خب الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را به توبه کردن و بازگشتن به سوی الله حق سبحانه و تعالی موفق گرداند. اینچنین به همین شرط چهارم بعضی نفرها را من اشاره کردنی هستند. نفرهایی هستند که در اینترنت گناه کردند، در شبکه‌های اجتماعی گناه کردند، چیزهای ناشایست، چیزهای ناشایسته، چیزهای گناه، معصیت، فحش را در اینترنت پهن کردند. یا نفرهایی بودند که نقش‌های بد را می‌بازیدند، در فیلم ها باشد، در صحنه‌چه ها باشد. شرط آنها این است که هر نواری که برادر عزیز، این بسیار مهم است، یا خواهر عزیز، هر نواری که در شبکه تو است، هر نواری که در همون شبکه های اجتماعی است، آن را باید پاک کنی، آن را باید محو سازی. چقدر میتوانی آن را باید چیکار کنی؟ محو سازی. و این یک هشداری است برای نفرهایی که در اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی. برادر عزیز، یک روزی می‌باید که تو شاید بر همین توبه کردن قادر نشوی. چخیل قادر نمیشی؟ یعنی شرط و شروط توبه رو فهمیدیم. برادر عزیز، نوارهای تو پهن میشود، دیگرها میگیرند در شبکه‌های خود میگذارند و تو روزی میشود که پشیمان میشوی شاید. و دعا میکنیم که هر نفری که در راه گمراهی است پشیمان شود، از راه بد، از راه گناه به سوی الله، به سوی صراط المستقیم برگردد. برادر عزیز، روزی می شود که شاید تو نمیتوانی، نوارهای بدی تو یا خواهر عزیز پهن شده است، چگونه میتوانی همه آن را کور کنی یا اودلیت کنی؟ نمی شود. برای همین حالا هم سری وقت است، یک روز یک لحظه هم باشد پیشتر بر وقتتر به سوی الله برگردیم. بگویم پروردگارا، من به نفس خود بسیار ظلم کردم. خب این یک مقدمه بود. بیایید با یک سخن مختصر میکنم و خلاصه میگویم. انشاءالله حدیث ها و آیت ها را در صحبت آینده دوام خواهید داد. برادر عزیز، این لحظه فکر کن. بیایید چشمان خود را بپوشیم و هر گناهی که، هر معصیتی که کرده بودیم آن را به یاد بیاریم. بگویم پروردگارا، عظمت تو و بزرگی تو را به یاد میبیارم. آن سرکشی ها و آن گناه و معصیتی که در راه خودت کرده بودم، سرکشی که از راه تو دور کشیدم، دور رفتم، بزرگی تو را پایمال نکردم، ضعیفی من بود، کمبودی من بود. پروردگارا، استغفر الله و اتوب الیه میگویم. پروردگارا مرا ببخش
گناهان مرا عفو بکن، من به سوی تو برگشتم. بیایید همگی به سوی الله برگردیم و الله توبه ما را بپذیرد و الله در راه صراط المستقیم هر یکی ما و شما را استوار و ثابت قدم بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.